الرحمن الرحیم. دفتر ششم، مقالات برادر بزرگین. آن سه برادری که به بنبست مواجه شدن و برادر بزرگین این گونه نصیحت میکنه. در حقیقت ما شما رو نصیحت میکنه. آن بزرگین گفت ای اخوان خیر، ما ننر بودیم اندر نصف خیر. حسشم هر که به ما کردی گله، از بلا و فقر و خوف و زلزله. ما همی گفتیم کم نال از حرج، صبر کن کل صبر مفتاح الفرج. این کلید صبر را اکنون چی شد؟ ای عجب منسوخ شد قانون چی شد؟ ما نمی گفتیم که اندر کشمکش، اندر آتش همچو زر خندید خوش. مر سپه را وقت تنگاتنگ جنگ، گفتم که این مگردانید رنگ. آن زمان که بود اسپان را ودا، جمله سرهای بریده زیر پا. ما سپاه خویش را هی هی کنان، که به پیش آید قاهر چون سنان. جمله عالم را نشان داده به صبر، زانکه صبر آمد چراغ و نور و صدر. زانکه صبر آمد چراغ و نور صدر. نوبت ما شد چه خیره سر شدیم، چون زنان زشت در چادر شدیم. ای دلی که جمله را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. ای زبان که جمله را ناصح بودی، نوبتی تو گشت از چی تن زدی. ای خرد کو پند شکر خای تو، دور توست این دم چه شد های های تو. ای ز دلها برده صد تشویش را، نوبتی تو شد بجنبان ریش را. از غری ریش ارکنون دزدیده ای، از غری ریش ارکنون دزدیده ای. پیش از این بر ریش خود خندیده ای. وقت پندی دیگرانی های های، در غم خود چون زنانی وای وای. چون به دردی دیگران درمان بودی، درد مهمان تو آمد تن زدی. بانگ بر لشکر زدن بود ساز تو، بانگ برزن چی گرفت آواز تو. آنچه 50 سال بافیدی به هوش، زان نسیج خود به غلطانی بپوش. از نوایت گوش یاران بود خوش، دست بیرون آر و گوش خود بکش. سر بودی پیوسته خود را دم مکن، پا و دست و ریش و سبلت گم مکن. بازی آن توست بر روی بساط، خویش را در طبع آر و در نشاط. امید که خوشتان آمده باشد.